هنرجوهای عزیز، امروز میخوام یه آموزش خیلی ساده و زیبا رو براتون به نمایش بذارم. خب من میخوام که این آموزش خوشگل رو روی این شمع استوانه‌ای انجام بدم. این شمع استوانه‌ای بچه‌ها هم بیرون هست، میتونید شما تهیه بکنید و یا اینکه میتونید آموزشش رو از تو یوتیوب و یا پیجای دیگه میتونید یاد بگیرید و خودتون تو خونه درست بکنید. خیلی هم ساده است. و در کنارش از این گل‌های خشک زیبا من میخوام برای تزیینش استفاده بکنم و چند تا برگ سبز. شما میتونید از گل‌های دیگه یا هر چیزی که دوست دارید استفاده بکنید و هر رنگی که دوست دارید، حالا به دیزاین و دکور میزتون بخوره که میخواید اون میزی که میخواید شمع روش قرار بدید. و یه ورقه کالک احتیاج داریم ما، کالک یا پوستی فرقی نمیکنه. حالا من چون ورقه کالکو داشتم از این استفاده کردم. و یه دونه هم یه چیز گرم کننده، حالا من از این بابلیس دارم استفاده میکنم چون قطر این لوله بابلیس یکم باریکه، کار باهاش آسون تره، یعنی برای کارهای ظریف خیلی راحت تره. به این ترتیب که ما ورقه کالکو زیر شمع استوانمون قرار میدیم و گلها رو بین شمع و کاغذ کالک، طوری که تا نشن، خم نشن و به این شکل صاف قرار بگیرن. با اون دستمون نگه میداریم، با دست چپمون و با دست راستمون شروع میکنیم با این بابلیسی که داریم و قبلا گرمش کردیم. فقط اون قسمتی که گل قرار داره بچه ها گرم میکنیم، آروم آروم روی اون میکشیم تا گلمون کاملا به شمعمون بچسبه. بعد چکش میکنیم ببینیم که چسبیده. حالا یه قسمت دیگهش مونده، اجازه بدین که این قسمتش هم بزنیم. بله عالی شد. بله درست شد. ببینید چقدر خوشگل شد بچه ها، واقعا قشنگه. حالا میتونیم قسمت های خالی دیگهش رو، ببخشید بچه ها، قسمت های خالی دیگهش رو با گلبرگای، با گلای رنگ دیگه، مثلا من اینجا زردش رو میذارم و به همون شکل قبل، به همون روش قبل که بهتون گفتم مجددا همون کار رو تکرار میکنیم تا اینکه سطح شمعمون رو به دلخواهمون با گلایی که دوست داریم دیزاین کنیم. بله الان اینم ببینید چقدر خوشگل شد. این قسمت هایش بچه ها، هر قسمتی که میبینید جدا میشه مجددا میتونید که کاغذ رو بذارید و گرمش کنید تا دوباره بچسبه. خب من فکر میکنم که این هنوز احتیاج داره که چند تا گل دیگه روش کار کنیم ما. من اینجا از یه گل بنفشه خوشگل، بچه ها خیلی این گلای بنفشه قشنگن، واقعا زیبا هستن، اصلا بی نظیرن. وقتی که کار میکنی روی چیزهای مختلف، بیشتر تو رزین هم استفاده میکنن ازش، ولی در هنر شمعسازی هم این گلا خیلی بچه ها کاربرد داره. حالا قطعا که شما ها انقدر با سلیقه اید که میدونید که چجوری و کجاها اینا رو کار کنید. خب بسیار خوشگل شد بچه ها، نگاه کنید چقدر قشنگ شد. ما میتونیم با این برگای سبزی که داریم در اطرافشون میذاریم، اینا رو دیزاینش رو زیباتر کنیم، خیلی خوشگل میشه. حالا البته بچه ها من این برگ سبزی بود که داشتم و استفاده کردم. یه سری برگای خشک سبز هست که یکم بلندترن و حالت سوزنی دارن، اونا خیلی خوشگل میشن. اگه از پایینش هم اونا رو کار بکنید به صورت شاخه شاخه روی شمعای استوانه‌ای خیلی قشنگ میشه. ولی خب در حال حاضر من چون این برگا رو داشتم از همینا استفاده کردم که البته خیلی هم خوشگل شد. ولی خب شما میتونید که وقتی که توی سایت ها سفارش میدین، چون این گلای خشک و برگای خشک رو هم میتونید تو سایت های هنری ها سفارش بدین، وسایل هنری میفروشن، همین که وسایل شمعسازی و اینا، فروشگاهایی که لوازم شمعسازی و اینا دارن این چیزا رو میفروشن، میتونید که از اونام استفاده کنید. ببینید چقدر قشنگ شد بچه‌ها. حالا اگر بخواید بیشترش کنید یا کمتر کنید این گلا رو، تعدادشون رو، دیگه اون بستگی به میل خودتون داره. به همین سادگی شما میتونید شمع ساده رو به این شکل خوشگل درش بیارید و تو دیزاین خونتون استفاده کنید.